سلام، من مهرادم. خیلی وقت بود دنبال یه دونه ایده میگشتم برای اینکه بخوام کانال یوتیوبمو شروع کنم، یه کارهایی توش انجام بدم. بعد از دیدن این ویدیو آراد به این نتیجه رسیدم که خب من میتونم بیام یه سری حالت دیلی ولاگ تور بسازم که بیام توش خودمو به چالش میشه گفت کشید، بهتره بگم پیشرفت بدم، خودمو رو به جلو ببرم، چه حالا از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ سلامتم، و از همه اینا مهمتر از لحاظ اینکه من خودم مربی سگم، مربی ورزشی نیستم، مربی بدنساز نیستم، مربی سگم و در کنار خودم پیشرفت سگم رو بخوام با شما در اشتراک بذارم. خلاصش این که میخوام شروع کنیم یه سری چالش ها گذاشتن، هر سری مدلاشو عوض کردن، شاید هر روز حتی بیشتر تمرکزم روی برای خودم قسمت فیزیکش روی دویدن، تناب زدن، شنا، شیکم، پلانک و یه سری حرکات ورزشی ساده است که تو پارک هم میشه انجام داد. بیشتر هدفم اینجاست. برای هرمود هم یه سری فرامین اولیه‌اش خب اوکیه، فقط اصطلاحاً بعد تک فرمانی بشه، یعنی اینکه با یه کدی که من بهش میدم مثلا بشینه یا مثلا بخوابه، که میخوام ریز ریز توی تمریناش که شروع شد آموزش‌های کوچولو کوچولو هم بذارم که مثلا این قسمت داره به چه شکلی انجام میشه براتون. و بحث سلامت هم که میخوام خیلی پیگیرش باشم، بیشتر روی مصرف سیگارم و مصرف فست فوده که خب متاسفانه الان چند سالی هست که سیگار مصرف میکنم. میتونیم برای اینکه یکم فشارمونم روی این مسئله سیگار بیشتر باشه بگیم که روزی یه پاکت میکشم که مجبور باشم روزی یه پاکت کمتر بکشم، یه موقع بیشتر از این میشه. برای همین یه روتینی رو میخوام هر روز داشته باشم و به صورت روزانم برای شما بذارم که خودم مجبور باشم این اتفاق بیفته. حالا دقیقاً از صبح که بلند میشم تا شب که بخوابم، ساعت خوابم هم میخوام تنظیم و درستش کنم، خیلی داغونه. در واقع از صبح که بلند میشم تا شب که میخوام بخوابم و بی هدف نیست. نکتهش اینجاست که بی هدف این اتفاق نمیفته. میخوام پیشرفتم و روز به روز بذارم. شاید اسم این اتفاق زیاد باشه ولی اسمش هم میخوام بذارم بهتر شو، که در واقع بهتر شو خودم و هرمود همزمان با همه. اون فرامینش و اتفاقاش، منم که فیزیکم و سلامتیم و عادتهای بدی که دارم و روتینایی که دارم میخوام درست کنم. پس این شد این جنبه ویدیوها و قرار نیست تکراری باشه، قرار نیست من هر روز پارک باشم. سخت دوست دارم برم چون شنام بلدم، شنام خوبه. اتفاقای اینجوری رو میخوام داشته باشم، ورزش‌های مختلفی که تا یه حدودی بلدم و شروع کنم تست کردن اونا رو بهتر کنم. و میگم از همشون مهمتر در کنار هرمود اتفاق افتادنشونه. خب شنا رو قاعدتا نمیتونم هرمود رو ببرم استخ، ولی بقیه رو میتونم انجام بدم. ویدیوهایی که تو ادامه قراره ببینین در واقع رکوردگیریه، بخوام اسمش رو بذارم. دیدم چقدر میتونم بدوم، دیدم چند تا شنا و شیکم میتونم برم، پلانک چقدر میتونم نگه دارم، و در کنارش حال حاضر هرموده که ببینیم هرچی میریم جلوتر به چه شکلی این بچه تغییر میکنه و با هم همه تغییراتش رو خوب داشته باشیم. فکر کنم جالب میشه. اگه این ویدیو ایرادی داره، مشکلی داره، حتما برام بنویسین تو کامنت ها. خیلی ممنون میشم که سابسکرایبم کنین و ویدیو رو اگه دوست داشتین لایک کنین و به دوستاتون معرفی کنین. بریم ببینیم چی میشه. مخلص. Good job بابا. Platz. Good job. Yes, good. آفرین بابا. Sitz. Yes, good. Good job. اینا رو همه رو باید از راه دورشون کنیم به شکل درستش و اصولیش. همون still. Still. Yes, good job بابا. Good job. Platz. آره Platz. درست بود خر من. Platz. Yes. چیزی که جایی اتفاق نمیفته که بخوام بذارن دقیقا همین قسمتی که اشتباه ها رو بخوایم ببینیم. رخ میده سگ کاملا میتونه اشتباه کنه دیگه، ما میخوام همینا رو برطرف کنیم. Sitz. Hier. درست. آها
Yes, good job بابا. آفرین پسری. پلت. درست خمی. پلت. Yes, good job. آفرین پسری. زیت. Still. 9. Still. Yes. Good boy. Helmut. Sitz. Up. 9. بیا. بشین. Up. Good boy. Yes. Good job بابا. آفرین پسری. Stand. نه خره تاچ نه اینجا بشین. Stand. آره درست بود. Good boy. بیا بودو بابا. Stand. 9. خنگ نشو. بیا بودو بشین. Stand. بیا بشین. Up. بودو. Up. خب مغزش سوخت. Up. ای بابا. Up. Stand. چیه بابا stand؟ آها yes good job. خیلی وقت کار نکردم باش یادش رفته. Stand. آره بلدی. آره بابا stand. yes good job بابا. آفرین بابا. خب back. نه خرج شد. بودو ببینم هرموت. چیش میش نداریم اصلا تمرینی. بودو بشین. back. yes good job بابا. آفرین پسری. good job. خب چیا دیگه بلدی بابا؟ بیا اینجا خر نشو. بودو بخواب. yes good job. آفرین بابایی. آفرین پسری. good job بابا. نه پلت. رول. yes good job. آفرین پسرم. آفرین بابایی. زیت. هی خری. زیت ببینم. فوس. لوک. سرچ. یس بابا. بودو ببینم. نه تخم سگ. این خطاست. بفهم جیش نباید بکنی وسط تمرین. فوس. لوک. هی آها سرچ. yes good job بابا. good job. آفرین پسر. بریم هم قدمش هم بگیریم. یه دور همه اینا رو پشت سر هم با پریدرایوش اصطلاحاً با انگیزش کارش، یعنی با توپش و یا فریزبی هم من استفاده میکنم. با اونا میریم تفاوت کیفیت اونا رو هم ببینیم. خب من اینو میذارم توی جلیقم. شلوارم و پام در نیار بابا. بیا ببینم. بودو اینجا. هیا good job بابا. پلت. good. هیا good job. شتل کمک. آها
Good job بابا. Sitz. Up. تازه فهمید چی به چیه. Stand. Stand. آره پشت بابا. آها زورت نمیرسه. اینجا. Stand. من که نکه. Stand. بودو. بیا. خره من خیلی خوب رفته بودی. Stand. بودو بابا. او بودت بشم چقدر خاری. چرا من دارم تاییدت میکنم؟ خیلی سرم خدا مربی. بیا اینجا بشین. Stand. آها یس. Good job بابا. خنگ من. ای خنگ من. بودو بابایی. بودو ببینم. بودو. آفرین بابا. آفرین. بیارش ببینم. بودو. آفرین خرخرا. بیا اینجا. خوبه. بودو بسرم. زیت. بودو. خب دیگه چی کارت داریم؟ پلت. بودو. دی. پلت. کامل. Good job بابا. Good. Roll. Yes. بد انداختم. بودو بابا. بودو دیوونه بازی. اوه. بودو خربازی. بودو ببینم خره من. بودو خربازی. خر. آفرین پسرم. آفرین بابایی. آفرین پسر. بودو بیا. Good job. زیت. بودو. همون. زیت. آفرین. خب اینم بریم هم قدمش هم نشونتون بدم و بریم سراغ بقیه کار. خب بریم سراغ همقدم هرمود. شاید مهمترین پروسه‌ای باشه که داریم توی این راهی که میخوایم با هم بریم برای هرمود و شاید هم سخت‌ترینش که بخوایم کامل کمک دست رو حذف کنیم. من از تاچ استفاده میکنم برای این فرمان که یه هدفی بهش بدم و چیزی تو دستم نیست. بهش یاد دادم که پوزت باید بچسبه کف دستم. بیا پوس. یه جاب بابا. پوس. Good job, Baba. Yes. کره خرمه کاسه کوزمونو زدی به هم. کشید زیرش. بیا اینجا ببینم دیوونه. آفرین بابا. آفرین بذاری. خب ما بعد تمرینمون یه استراحت کردیم و آقا ارمادم استراحت کنه بریم سراغ رکوردگیری های خودم ببینیم دومون چطوریاست. یه دونه از این میبندا سفارش دادم که ورزش رو
رکورد میکنه و کار این چیزا رو انجام میده. بدقولی کردن 3 روز قراره برسه دستم نیومده دیگه. گفتم شروع کنم از فردا، احتمال خیلی زیاد قول دادن میرسه، از فردا بریم تو کار این که با اون بریم جلو. ولی حدودی الان میتونم بگیرم دیگه. بیشتر میخوام شنا و شیکمو بگیرم و اینکه دویدن ببینم تا چه تایمی میتونم بدوم. خیلی سخت نیست، فقط تایمر رو هی میخوام ببریم بالا. هوام آلوده است، نمیدونم اصلا کاری که دارم میکنم درست نیست، عقلانیه یا نه. و تناب زدن این چیزاییه که میخوام بگیرم برای خودم داشته باشم، بریم جلو. ولی کلی ورزش مختلف رو قراره امتحان کنیم، فقط قرار نیست اینا باشه. شنا رو میخوایم بریم ببینیم، اگه بشه تنیس رو بریم. ورزش‌های مختلف ببینم توشون چه جوری میتونم پیشرفت کنم. شنا رو که احتمالاً جزء برنامه‌مون دائمی هست، بریم جلو ببینیم چی میشه. خب دویدن رو میخوام شروع کنم و اینکه لباسم مرتبه. خب دویدن رو میخوام شروع کنم. یه تایم میگیرم ببینم چه جوریه، بینابینشم فیلم میگیرم. با هرمود قراره بدویم، یکم کارو سخت میکنه. سخته به هر حال دویدن وقتی بند داره کنار خودم بخواد باشه. موقعی میزنه جلو میزنه عقب، کنترلش باید بتونم بکنم. تایم گیری میکنم دیگه، وسطاش هم شروع میکنم فیلم گرفتن. بریم بابا، بدو بابا، بدو با هم. دو خره فعلا جلوتر با هم میایم. شروع کردم دویدن، تایمر یادم رفت. بلومه بریم. بودو بابا، 3-4 ثانیه هم رفت. بودو به سرم. خیلی نمیخوام تون بودو هم نرم میخوام بودو هم، ببینم چه جوری میشه. فعلا و هنو خیلی نگذشته ولی نفسم گرفته. این کار خر که داره عشق میکنه برای خودش، من داره دهنم سرویس میشه. ای دیوونه. بودو علامت گذاری نداریم، میفته اصلا هرمون. ببینم هستی؟ دون برمی وایستادم. بودو بابا، ولی حال میده، لذت بخشه. نمیدونم چقدر شد حال دارم میمیرم. بابا بشین. کلا 2 دقیقه و 23 ثانیه شد. 2 دقیقه و 20 ثانیه. اون اوایلش هم دست دادیم. الان نمیتونم بیشتر این بدو. بریم یه نفس بگیریم، بریم سراغ دراز نشست و شنا و پلانک و اینا دیگه. فعلا خب بریم سراغ رکوردگیری شیکم، ببینیم چند تا میتونیم بزنیم در نهایت. سه چهارونه دیوونه 5 6 7 بیا مثلا 8 9 10. ای بر پدرت لعنت. برو اون بخواب برمون. همون 10 تا بیشترم نمیتونستم، نمیشد. بریم سراغ شنا. فکر نمیکنم خیلی بتونم شنا برم، سخته برام خیلی. 1 2 3 7
11 تا بیشتر نشد دیگه بشه. خب بریم ببینیم پلان چه جوری میشه. یه رکورد بزنم اینجا. خب اوف. این هم شد 24 ثانیه. چقدر ضعیف شدن. حاجی خیلی ضعیف شده بدنم، خیلی. اصلا اینجوری نبودم، ورزش میکردم، نمیدونم چرا اینجوری شدم. بریم برای تناب. خب برای تنابم که رکورد میزنم دیگه، ببینم تایمش چقدر میشه. بابا پشت اینجا من میرم عقب، تو برو. این اسباب بازی نیستا. چرا گیر میکنه؟ بلد نیستم. آی دارم تلفنت جانی میدم. اینم نصف نیمه. یه دقیقه و 11 نوشته که صفحه کنم. یه دقیقه و 5-6 ثانیه‌اش رفتم. اوف به من ورزش نیومده. خب خیلی ممنون که همراهمون بودین. امیدوارم تا اینجای کار راضی بوده باشین. بازم میگم انتقادی، پیشنهادی، چیزی داشتین حتما برام تو کامنت ها بنویسین. لایک و سابسکرایب لطفاً فراموش نشه. خیلی ممنونتون میشم حمایت کنین و در کل بهم بگین ایده چه جوریه و چه ورزش‌های دیگه‌ای رو دوست دارین که اضافه کنیم به پروسمون. و میگم فقط بحث ورزش و تمرینای هرمود نیست، یه دیلی ولاگه. یعنی من صبح که بلند میشم، تایم بیدار شدنم، تایم شب خوابیدنم، غذاها و وعده‌هایی که دارم، درست کردنشون، آماده کردنشون و اتفاقای این شکلی رو قراره با هم داشته باشیم. بیرون میرم، سر کار میخوام برم، سعی میکنم توی ویدیوهای کوتاه اینا رو کنار هم تجربه کنیم. خیلی ممنون که نگاه کردین. مخلص.